سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال زبانگرد. من مصطفی هستم. امروز در این برنامه قراره تا در رابطه با گرامر زمان حال ساده با هم دیگه صحبت کنیم. یکی اصلا چه ساختاری داره، چه کاربردی داره و اصلا جمله سازی با گرامر زمان حال ساده به چه صورت هست. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. در همین ابتدای کار یک توضیح بدم که اصلا زمان چه معنا داره. گرامرهای زمان در زبان انگلیسی به چه درد میخوره. ما زمان گذشته رو داریم، زمان حال رو داریم و زمان آینده رو. و هر کدوم از این زمانها گرامر مخصوص به خودش داره. گرامر زمان گذشته است، گرامر زمان حال است و گرامر زمان آینده. از این گرامرها ما استفاده میکنیم که وقایع و یا اتفاقاتی که در نقاط زمانی میفته را بیان کنیم. چه در گذشته است، چه در آینده است و چه در الان. گرامر امروز ما درباره زمان حال هست و بالاخص زمان حال ساده. در زمان حال برای شرح وقایع و برای صحبت کردن برای اتفاقاتی که در همین الان اتفاق میفته و در زمان حال به طور کلی اتفاق میفته از دو گرامر استفاده میکنیم. گرامر زمان حال ساده simple present یا present simple. They can be used interchangeably. میتونن با هم دیگه بعضی simple present استفاده میکنه، بعضی دیگه present simple. It doesn't matter. و present continuous زمان حال استمراری. اصلا تفاوت دو تا گرامر چی هست؟ یک توضیح همین اول کار به صورت کلی برای شما ارائه میکنم که اصلا تفاوت بین حال ساده یا simple present با حال استمراری که present continuous هست چی می باشه. برای که موضوع بیشتر بفهمین با یک مثال شروع میکنم. I am working and I work. من در حال کار کردن هستم. I work من کار میکنم. اصلا تفاوتی شما اینجا میبینید؟ تفاوتی هست؟ قطعا تفاوتی هست. برای مثال I am working یعنی که من در حال حاضر همین الان دارم کار میکنم. I am working. یا مثلا I am teaching right now. من در حال تدریس هستم الان. I am teaching right now. Or you are listening to me. شما در حال شنیدن و یا گوش دادن به من هستید. یعنی اتفاقی که همین الان داره اتفاق میفته. از این طرف دیگه حال ساده ما میگیم I work. من کار میکنم. که یک حالت خیلی کلی داره. یعنی به صورت کلی من کار میکنم. ممکنه در دفتر کار کنم. I work at office. ممکنه در بیمارستان و یا شفاخانه کار کنم. I work at hospital. ممکنه در دانشگاه کار کنم. I work at university. یا حتی ممکنه در نانوایی کار کنم. I work at bakery. یعنی یک حالت خیلی کلی هست. من دیروزم کار میکردم، هفته پیشم کار میکردم، در آیندهم احتمال زیاد تا خیلی سالهای دیگه هم کار میکنم. یعنی حالت خیلی کلی هست در زمان حال و نسبتاً تداومدار permanent، یعنی تداوم داره، کشیده میشه به زمان آینده. پس تفاوت این دوتا به صورت خلاص برای شما بگم در همین ابتدای کار این است که simple present برای مواقعی است که خیلی کلی هست اوضاع و permanent هست، یعنی دوامدار هست. و present continuous حال استمراری برای مواقعی است که همین الان داره اتفاق میفته و موقت هم هست. I am teaching right now. الان من دارم تدریس میکنم. کاری است که در واقع همین الان دارم انجام میدم و موقت هم هست و شاید یک سال دیگه ما تدریس نکنم. پس این شد تفاوت این دوتا گرامر مربوط به زمان حال. اما درس امروز ما بیشتر مربوط میشه به کلا مربوط میشه به simple present حال ساده. یک وارد جزئیاتش میشه در ادامه که اصلا نحوه جمله سازیش چطوری هست، چطور میتونیم از استفاده کنیم و چند تا تمرین خوبم با هم دیگه داریم، با هم دیگه حل میکنیم تا خوب میخکوب به ذهن ما بشه. اما قبلی که بریم مرحله بعد یک بار شما اینها رو با من تکرار کنید تا ذهنتان کمی گرم بشه، آماده باشه برای جزئیات بیشتر. I work. با من تکرار کنید شما. I work. من
کار میکنم. work به معنای کار کردن. I من. این کلماتی که اینجا میبینید کلشان ضمیر هستن، ضمایر فاعلی که به جای اسم استفاده میشه. I work من کار میکنم. You work تو کار میکنی. تو یا شماها جمع هست. شماها کار میکنی یا تو کار میکنی. He works او کار میکند. مذکر، ضمیر فاعلی برای مذکر. She works او کار میکند. She ضمیر فاعلی برای مؤنث است. او یک دختر یا او یک خانم. She works او کار میکند. We work we work ما کار میکنیم. They work آنها کار میکنند. و در نهایت it works آن کار میکند. ضمیر فاعلی it برای حیوانات و اشیا استفاده میشه. در ادامه بیشتر کاربرد اینها را بیشتر میفهمیم. پس stay tuned and we're gonna go next level. Welcome back guys. خوش آمدید. برای شروع گرامر زمان حال ساده در ابتدا من به شما افعال to be رو درس میدم. به شما میگم که چی هست. افعال to be یا to be verbs افعالی هستن به معنای بودن، به معنای هستن. بودن هم از هستی و هست ناشی میشه، به وجود میآید. پس to be به معنای بودن هست، به معنای هستن هست. to be verbs به معنای بودن و یا هستن. افعال to be به 3 قسمت تقسیم میشن. am، is و are. am به معنای هستم، is به معنای هست و are به معنای هستی و یا هستند و یا هستید. هستم، هستند، هستید. از این افعال امروز استفاده میکنیم برای جمله سازی گرامر زمان حال ساده که ببینیم که جایگاه این افعال در گرامر زمان حال ساده در کجای جمله هست. بسیار ساده است. شما برای گرامر زمان حال ساده فقط یک فاعل کار دارید و افعال to be. I am a teacher. من هستم یک معلم. پس چه شد؟ بذار برای شما فرمول اینجا بنویسم. فاعل جمع فعل یا به صورت انگلیسی subject جمع verb. فاعل verb فعل، فاعل و فعل و بقیه جمله هر چی میتونه باشه. بقیه جمله میتونه صفت باشه، میتونه اسم باشه، حروف اضافه میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه که در ادامه شما میبینید. I فاعل هست، am فعل هست. I am a teacher من یک معلم هستم. در قسمت you، we و they. you به معنای شما و یا تو، we به معنای ما و they به معنای آنها. برای این سه تا فاعل و کلا فاعل هایی که جمع هستند از فعل are استفاده میکنیم. We are students. ما هستیم دانش آموز، محصل. یا مثلا you are چی؟ مثلا میگیم که you are a doctor. شما یک دکتر هستید. They are آنها هستند. They are, let's say, Americans. They are Americans. آنها آمریکایی هستند. I am a teacher. من هستم یک
معلم. You are a doctor. شما هستید یک دکتر. We are students. ما دانش آموز هستیم، ما محصل هستیم. They are Americans. They are Americans. آنها آمریکایی هستند. در این قسمت he, she و it برای ضمایر فعلی he, she و it. he به معنای او مذکر، she به معنای او مؤنث و it برای اشیا و حیوانات از فعل to be is استفاده میکنیم. She is a doctor. He is a doctor. or it یک مثال دیگه براش میزنیم. مثلا میگیم که بذار برای he یک مثال خوب بنویسیم. He is او است. He is tall. او قد بلند است. tall به معنای بلند، دراز. He is tall. او بلند است، قد بلند است. She is a doctor. او یک دکتر است. She is a doctor. He is tall. It is, let's say it is on has dog. It is hot. آن داغ است. It is hot. دستان میخوایم به بخاری بزنیم اما میگیم که hold on. It is hot. داغ است. Be careful. مواظب باشید. پس I, you, we, they, he, she و it اینها ضمایر فاعلی هستن که گفتیم برای I am استفاده میشه، برای you, we و they فعل are استفاده میشه، برای he, she و it فعل is استفاده میشه. همچنین به جای ضمایر فاعلی میتونیم از اسامی هم استفاده کنیم به عنوان فاعل. اسمها هم فاعل هستن. کلاً فاعل یعنی چی؟ یعنی کننده کار، کسی که کار رو انجام میده، انجام دهنده کار. سوم شخص هست. دقیقاً مثل ستای بالا. he, she و it سوم شخص هستن. او و یا آن که از is استفاده میشه. کامران is third person. کامران یک سوم شخص هست. پس بنابراین از is استفاده میشه. Kamran is a good boy. Fatima is pretty. کامران هست یک پسر خوب. Fatima is pretty. فاطمه هست زیبا. I از I گفتیم از am استفاده میکنیم. I am from بامیان. من از بامیان هستم. حالا شهر و کشوری که شما هستید میتونید استفاده کنید. I'm from بامیان. I'm from Afghanistan. I'm from Iran. I'm from Tajikistan. میتونید که از I am from به جای بامیان دیگه شهر و کشورها رو هم استفاده کنید. خب پس یک جمع‌بندی کلی میکنیم. افعال to be رو گفتیم به سه بخش تقسیم میشه. am, is, are به معنای بودن و هستن. برای I از am استفاده میکنیم. I am a teacher. به همین سادگی شما یک گرامر زمان حال ساده رو درست کردین. گرامر زمان حال ساده رو گفتیم فاعل و فعل، subject و verb. فاعل نیاز دارید و verb. فعل رو یاد گرفتین. am, is, are. اوکی؟ فاعل به معنای فاعل هم ما ضمایر فاعلی داریم و اسم داریم. I به معنای من، you شما، we ما، they آنها، he she به معنای او، ای برای مذکر و she برای مؤنث، it آن. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is, Kamran is, Fatima is, Ali is, or in the last one, I'm from Bamiyan. من از بامیان هستم. or I'm from Iran, I'm from Afghanistan. خب نکته بعدی درباره منفی کردن جملات حال ساده که افعال to be دارند. افعال to be گفتیم am, is و are هستن و در تخته قبلی استفاده کردیم که چطور میشه از افعال to be استفاده کرد و جملات حال ساده درست کنیم. جملاتی که در تخته قبل درست کردیم افعال مثبت بودن، مثل he is a student. او هست
یک دانش آموز. I am a doctor. من یک دکتر هستم. Kamran is here. کامران اینجا هست. Here به معنای اینجا. They are American. آنها آمریکایی هستند. We are at home. ما در خانه هستیم. حالا اگه بخوایم که منفی کنیم بسیار ساده است. فقط از not استفاده میکنیم. کلمه not بعد از فعل قرار میگیره و فعل ما و بسته کل جمله ما را منفی میکنند. He is not a student. او دانش آموز نیست. یک محصل نیست. He is not a student. I am not a doctor. من یک دکتر نیستم. دقت کنید دقیقاً بعد از فعل های to be not اضافه میشه و جمله ما منفی میشه. به همین سادگی. Kamran is not here. کامران اینجا نیست. They are not American. آنها آمریکایی نیستند. We are not at home. ما در خانه نیستیم. فرض کنید که شما رفتین مسافرت، بیرون رفتین و در خانه شما مهمان آمد. به شما زنگ میزنه که کجا هستین. شما به انگلیسی میگین We are sorry, we are not at home. یعنی متاسفیم ما خانه نیستیم. We are not at home, I'm sorry. حالا در انگلیسی روزمره دیگه ما he is not a student زیاد نمیگیم. به جای is not مخففش استفاده میکنیم. مخفف is not هست isn't. دقت کنیم همین جمله رو میخوایم مخفف is not استفاده کنیم. He is not a student مخففش میشه he isn't a student. is not دو کلمه متفاوت با هم دیگه یک جا میشه مخفف میشه isn't. is خود is not ما تبدیل به انتی شده و یک کامه بالا گرفته و او هم هست شده. He isn't a doctor. برای I am not a doctor برای I am not مخفف خاصی وجود نداره. شما همین I am not استفاده کنید. مثال بعدی Kamran is not here. کامران اینجا نیست. Here به معنای اینجا. Kamran isn't. Kamran isn't here. What is Kamran? Kamran کجاست؟ I don't know. Kamran isn't here. نمیدونم. کامران اینجا نیست. برای are not از aren't استفاده میکنیم. They aren't. They aren't American. آنها آمریکایی نیستن. We are not at home. میشه We aren't at home. We aren't at home. به همین سادگی به همین خوشمزگی. He is not a student. He isn't a doctor. Kamran is not here. Kamran isn't here. They are not American. They aren't American. We are not at home. ما در خانه نیستیم. We aren't at home. ما در خانه نیستیم. خب در این بخش درباره کاربردهای زمان حال ساده با هم دیگر کار میکنیم. گرامر زمان حال ساده کاربردهای مختلفی داره اما به طور کلی در زبان انگلیسی به همین 5 بخش تقسیم میشه. اولی هست habits or routines. عادتها یا روتین. روتین یعنی کارهای روزمره، کارهای روتین، کارهای روزمره که انجام میدیم. و عادتها. برای مثال I brush my teeth every morning. من هر روز صبح دندانهایم را مسواک میزنم. I brush من مسواک میزنم. My teeth دندانهایم را every morning هر صبح. خب شاید یک سوال خلق شود برای شما چرا که جملات قبلی که ما با شما کار کردیم بیشتر ام و ایز و آر بود. درسته؟ مثلا میگفتیم I am یا مثلا he is she is. اما اینجا به جای is
اما ایزار به جای افعال to be ما از یک فعل دیگه استفاده کردیم، فعل اصلی brush به معنای مسواک زدن. اما ایزار جزء از افعال هستن، افعال جزء افعال to be هستن و افعال to be جزء افعال auxiliary هستن، auxiliary verbs. و اینا رو زیاد توضیح نمیدم که زیاد پیچیده نشه، فقط بدونین که تنها افعال to be در زبان انگلیسی نیستن بلکه فعل‌های زیادی وجود دارن، از جمله brush. I brush my teeth every morning. من مسواک میزنم دندانهایم را هر روز صبح. این شد یک نوع عادت، یک نوع روتین که شما هر روز انجام میدید. یا مثلا میتونید بگید که I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. من ساعت 6 بلند میشم از خواب. I wake up بلند شدن، از خواب بیدار شدن. من بیدار میشم در ساعت 6. این شد یک نوع عادت که شما تقریبا هر روز انجام میدید و ساعت 6 از خواب بلند میشین. I wake up at 6 a.m. نکته بعدی و یا کاربرد بعدی هست general truth or facts. facts یعنی حقایق، truth هم یعنی حقایق، حقایق کلی، حقایق کلی که در دنیای پیرامون، در دنیای اطراف ما و شما هست و یک حقیقت هست و ثابت هست. برای مثال The sun rises in the east. خورشید طلوع می کند یا بلند می شود، طلوع می کند در شرق. The sun یعنی خورشید، rises به معنای طلوع کردن. اینجا دوستان عزیز فعل اصلی rise هست و s به خاطر این گرفتن یک اس اضافه کردیم به فعل اصلی، به خاطر که sun سوم شخص هست. وقتی ما سوم شخص داریم فعل های اصلی ما اس میگیرن. و سلام. The sun rises in the east. خورشید، حالا رو پاک کنیم فعلا، خورشید طلوع میکند در شرق. The water boils at 100 Celsius. آب در 100 درجه می جوشد. boil جوشیدن و اس سوم شخص گرفت. Water boils at 100 degree Celsius. یک حقیقت کلی هست. خورشید حقیقت است که از شرق طلوع می کند. یک حقیقت است که آب در 100 درجه می جوشد. نکته بعدی و یا کاربرد بعدی permanent situation هست. situation میشه موقعیت یا موقعیت ها. permanent یعنی دوامدار، دائمی. موقعیت های دوامدار، موقعیت های دائمی. مثلا شما در فرض کنید در نیویورک زندگی میکنید، میگید که I live in New York. من در نیویورک زندگی میکنم. یا she lives in London. او در لندن زندگی میکند. lives به معنای زندگی کردن. فعل اصلیش live هست و چون برای سوم شخص استفاده میشه ما اس سوم شخص میدیم تا متمایز بشه، بفهمیم که برای سوم شخص هست. She lives in London. او در لندن زندگی میکند. قسمت بعدی، کاربرد بعدی schedules or timetables. schedules or timetables. schedules یعنی برنامه ها و timetable یعنی جدول های زمانی. schedules or timetables. اسکیجول البته یک بعضیا شجول هم میگه. من یک زمان در هند درس میخواندم سالهای 2018 و مردم هندوستان به جای اسکیجولز میگفتن شجول. از برای من خیلی سوال بود که تا موقع نشنیده بودم کسی اسکیجول شجول بگه. Anyway, schedules or timetables. برنامه ها و یا جداول زمانی. برای مثال The boss leaves at 6 p.m. اتوبوس ترک می کند در ساعت 6. The bus leaves at 6 p.m.
اتوبوس ساعت 6 ترک میکنه یا میرود. لیوز به معنای ترک کردن. یک نوع برنامه است، یک نوع جدول زمانی هست. درست؟ این هستیم. و در آخر فریکونسی است. کاربرد بعدی فریکونسی یعنی که کار و یا پترن و یا کاری که شما بیش از یک دفعه انجام میدین را فریکونسی میگن. فرکانس و یا فریکونسی که یک سری کلمات به خصوص داره مثل sometimes, never, always, often. گرامر همون گرامر هست اما این sometimes و never, always و often که به معنای بعضی وقتها، هرگز، همیشه و اغلب هستن به جمله اضافه میکنیم که در یک ویدیو جداگانه مفصلی رو برای شما توضیح میدم که کاربرد اینها رو یاد بگیریم. بسیار کاربردی هست. پس این شد کاربردهای زمان حال ساده. دوستای عزیز قبلی که تمرین حل کنیم یک نکته دیگه هم هست که با هم دیگه کار کنیم و درس ما امروز خلاص میشه. ما گفتیم که در گرامر زمان حال ساده ما از فاعل و فعل استفاده میکنیم. I که فاعل ما هست و live که فعل ما هست. live به معنای زندگی کردن و فعل اصلی هست. main verb هست. ما گفتیم یک to be verb داریم که همون اظهار هست که بسیار ساده هم هست، کار کردیم. و main verb داریم و افعال دیگه هم داریم. برای طی ویدیوهای دیگه بیشتر با افعالهای مختلف آشنا میشیم. ولی اینجا که من استفاده کردم live یک main verb هست، یک فعل اصلی هست. خب فاعل و فعل I live، من زندگی میکنم. یک جمله پوزیتیو هست، یک جمله مثبت هست. I live. You, we, they live. تو زندگی میکنی. We live. ما زندگی میکنیم. They live. آنها زندگی میکنن. He, she, it lives. دقت کنید دوستان، یک اس اضافه فعل اصلی ما داره. چرا؟ این اس نشان دهنده ای است که فاعل ما سوم شخص است. he, she و it به معنای او و آن سوم شخص است. و یا هر اسمی که دیگه شما استفاده کنید سوم شخص محسوب میشه. مثلا کامران lives. کامران سوم شخص است. یا مریم lives. مریم سوم شخص است. مریم زندگی میکنه. این خب جمله مثبت هست. I live و you live و she lives و it lives اینها مثبت هست. بیا ببینیم که چطور در گرامر زمان حال ساده وقتی فعل اصلی داریم چطور منفی کنیم. در امویزار یک نات اضافه می کردیم، اما در فعل های اصلی ما یک فعل کمکی هم نیاز داریم. do و doesn't. do و doesn't و does. ببخش. do و does دو فعل کمکی هستن که برای ما کمک میکنن که جمله خودمان رو منفی کنیم. حالا چطور منفی میکنیم؟ I live، من زندگی میکنم. اگه بخوایم منفی کنیم میگیم I do not live. I do not live. همچنین برای you, we و they ما از don't و do not استفاده میکنیم. do not کاملترش هست و don't حالت مخفف do not هست. و شما بیشتر از don't استفاده کنید چون در انگلیسی روزمره خود انگلیسی ها هم از don't استفاده میکنن زیادتر. You don't live. We don't live. ما زندگی نمی کنیم. They don't live. آنها زندگی نمی کنن. در سوم شخص ما یک تفاوت جزئی داشتیم. گفتیم اس سوم شخص فعل ما میگیره. وقتی بخوایم منفی کنیم ما از فعل کمکی داز استفاده میکنیم. داز در واقع همون دو هست که اس گرفته و یا ای اس، چون اینجا ما واول ساند داریم، حرف استعدادات داریم، از ای استفاده میکنیم. داز خودش زیاد چیز مهمی نیست. مقصد همینقدر متوجه باشید که داز استفاده میشه برای سوم شخص، برای که منفیش کنید. مثلا he doesn't live.
she does not live یا she doesn't live او زندگی نمی کند. it doesn't live او زندگی آن زندگی نمی کند. he doesn't live, she doesn't live and he doesn't live. این شد نحوه منفی کردن گرامر زمان حال ساده وقتی که از افعال اصلی استفاده میکنیم. خب در این قسمت چند تا تمرین با هم دیگه حل میکنیم که به طور کامل گرامر امروز متوجه بشیم. I like apple. I like apple. like به معنای دوست داشتن هست. من دوست دارم سیب. من سیب دوست دارم. I فاعل ما هست. like فعل ما هست. I like apple. من سیب دوست دارم. You study at home. تو در خانه درس میخوانی. study به معنای درس خواندن و یا مطالعه کردن. You study at home. تو در خانه درس میخوانی. It is very important. It is very important. آن هست یا این هست خیلی مهم. It is جز افعال to be هست. It فاعل ما هست. Very important. very به معنای زیاد و یا خیلی و important به معنای مهم. It is very important. خیلی مهم هست. مثال بعدی She lives in Liverpool. She lives in Liverpool. او زندگی می کند در لیورپول. She فاعل ما هست. Lives فعل. She lives in Liverpool. او زندگی می کند در لیورپول. او در لیورپول زندگی می کند. They cook dinner. They cook dinner. آنها شام درست می کنند. cook به معنای پختن یا درست کردن شام نهار. cook به معنای در مجموع به معنای پختن است. They cook dinner. آنها شام میپزند. حالا اگه بخوایم منفی کنیم اینا رو چطور منفی میشه؟ خب I like فعل اصلی است. گفتیم برای فعل اصلی ما از do و don't از don't و doesn't استفاده میکنیم و نظر به فاعل ما یا do استفاده میکنیم یا doesn't. درسته؟ یا don't یا doesn't استفاده میکنیم. I like apple. چون I هست I چی استفاده میکنیم؟ آفرین. I don't like apple. من سیب دوست ندارم. I don't like apple. You like apple? تو سیب دوست داری؟ But I don't like apple. اما من سیب دوست ندارم. You study at home. تو در خانه درس میخوانی. منفی میشه تو در خانه درس نمیخوانی. چطور استفاده میکنی؟ میگیم you don't study at home. You don't study at home. تو در خانه درس نمیخوانی. You don't study. تو درس نمیخوانی. You study. تو درس نمیخوانی. You don't study. تو درس نمیخوانی. You don't study at home. don't و don't استفاده کردیم. درست؟ It is very important. آن هست خیلی مهم. ما اینجوری فعل اصلی نداریم. به جاش فعل to be داریم. درست؟ فاعل it isn't. It isn't با هم دیگه است. It isn't یا it is not. It isn't very important. زیاد مهم نیست. It isn't very important. زیاد مهم نیست. It isn't important. خب She lives in Liverpool. او در لیورپول زندگی می کند. اگر بخوایم معرفی کنیم اول فاعل می نویسیم. She lives. Lives she گفتیم فاعل است اما سوم شخص است. برای سوم شخص و برای منفی کردن افعال اصلی برای فاعل سوم شخص از doesn't استفاده می کنیم. She doesn't. She doesn't live.
in Liverpool. They cook dinner. cook فعل اصلی ماست. They don't فعل کمکی don't فعل اصلی ما. They don't cook آنها درست نمی کنن dinner. حالا به جای دینر شما میتونید هر چیز دیگه بذارید. They don't cook dinner. They don't cook lunch. آنها نهار جور نمی کنن. They don't cook کباب. آنها کباب نمی پزن. They don't cook rice. They don't cook chicken. آنها مرغ نمی پزن. پس ببینید دوستان با همین چند جمله و با همین گرامر ساده، گرامر زمان حال ساده شما میتونید خیلی در مورد خیلی چیزها صحبت کنید. اینکه چه چیزها رو دوست دارید، چی کار میکنید. I study at home. I don't study. من درس میخوانم، درس نمیخوانم. اظهار نظر کنید حتی. It is very important. خیلی مهم است یا it is not very important. زیاد مهم نیست. باز نظر بدین یا صحبت کنید در مورد جملات خبری. She lives in Liverpool. او در لیورپول زندگی میکند. She lives in تهران. او در تهران زندگی میکند. He lives in Kabul. او در کابل زندگی میکند. They cook dinner. یا they live in تهران. ببینید فاعل خاص ثابت هست و افعال مختلف رو میتونید در جمله استفاده کنید و you can make a wide variety of sentences and you can speak like a native English speaker. شبیه یک انگلیسی میتونید راحت در مورد هر چیزی صحبت کنید. خب این از درس امروز ما دوستای عزیز. تشکر که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر نظر، پیشنهاد و حتی سوال و یا پرسشی دارین حتما در قسمت کامنت برای ما بنویسین. در هر زمینه‌ای هست، حتی اگر در زمینه انگلیسی باشه چه بهتر. هر سوالی داشته باشین و برای شما جواب میدم. و قبل از خداحافظی حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو هم فشار بدین، کامنت بذارید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا هر ویدیو جدیدی رو ما آپلود کردیم شما جز اولین کسایی باشید که ویدیو رو به صورت منظم و به ترتیب تماشا میکنید. تشکر از تماشای شما. فعلا خداحافظ.